دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خدا کنه که در جای کسی لباس عافیت به تن داشته باشین. امروز میخوایم دو تا سوالایی که دوستا بیشتر پرسیده بودن جواب بدم. یکی قبل از اینکه چین بیاین چی نکات رو در نظر داشته باشین یا چی آمادگی‌هایی را داشته باشین تا با مشکلات روبرو نشین. بخوای نخوای اگر بار اول به چین سفر بکنی یا بار اول به چین بیای با یک سری از مشکلات روبرو میشی، اما چی نکات را باید در نظر داشته باشیم یا چی آمادگی هایی را باید بگیریم یا داشته باشیم که مشکلات به حد اقلش برسه یا کمتر شود. و سوال دومی است که تعداد زیادی از دوستان سوال کردن پروداکت ها یا محصولات چینی را در پیج های فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ یا در پیج ویچت میبینن که اگر از این فروشنده ها خرید بکنن مشکل دارن یا ندارن، آیا قابل اعتبار هست یا نیست. هر دو سوال من امروز برای شما پاسخ میتونم. قبل از اینکه چین بیاین، اولین نکته ای را که باید شما در نظر داشته باشین این را باید بفهمین که در کشور چین فیسبوک، واتساپ، اینستاگرام، تمام پروگرام های خارجی فیلتر است. یعنی داشتن وی پی این یا مو فیلتر شکن ضروری است. خیلی از دوستای ما چین میاین بدون از اینکه اطلاع داشته باشن که اینجا مثلا همون پروگرام های خارجی مثل فیسبوک و واتساپ و اینا فیلتر هستن یا کار نمیکنن، بدون فیلتر شکن با مشکل سر میخورن. تا اینکه فیلتر شکن بخری یا پیدا بکنی یک مشکل است. پس این نکته در نظر داشته باشین. قبل از اینکه شما در چین میایین حتما باید یک وی پی این یا فیلتر شکن خوب داشته باشین. یک نکته دیگه مشکل زبان است. در خیلی شهرهای چین ممکن که با انگلیسی مشکل حل شود. حالا شما در یک هتل اگر میرین با یک درایور تاکسی، با یک رستوران، به یک شکل میشه که مشکل حل بکنین با زبان انگلیسی. مثلا در شهرهای مثل شانگهای، گوانگجو، بیجینگ، جیجیانگ، در این شهرها تا اندازه مردمش آشنایی با انگلیسی دارن، یک آشنایی نسبی. اما در خیلی شهرهای چین هستند که شما با انگلیسی نمیتونین مشکلتان حل بکنین و شما باید یک ترنسلیت یا ترنسلیتور در موبایلتان داشته باشید. حالا گوگل ترنسلیت باشه یا هر ترنسلیتی باشه، تا اندازه ای را میتونه که مشکلاتتان حل بکنه. و موضوع دیگه ای است که پیمنت یا پرداخت پول در کشور چین معمولا بیشتر آنلاین پرداخت میشه یا از طریق ویچت پی یا علی پی. دو تا از پروگرام های بسیار مهم است که خیلی وقتا پول نقد اگر شما در یک نفر بتین شاید پول خورده یا پول مایده به حساب ما شما نداشته باشه، به خاطر که همگی هم یک موبایل دارن دیگه. پول بکسک پول دیگه پا نیست. هر چیزی که خریداری بکنین به شکل آنلاین یا از طریق علی پی یا ویچت پی پرداخت میشه. پس داشتن ویچت و علی پی ضروری است، واقعیتش ضروری است که ویچت اگر نداشته باشین، خود چینی ها به جای مسنجر و واتساپ و از این پروگرام های خارجی که ما شما برای صحبت کردن استفاده میکنی، ویچت استفاده میکنه و ویچت پی هم که است به خاطر پرداخت پول یا پیمنت استفاده میشه و علی پی که است خاص برای پرداخت پول استفاده میشه. دوستایی که از افغانستان تازه میاین، اونا زمانی که کارت بانکی از بانک‌های چین بگیره میتونین که وصل بکنین به علی پی تان، به ویچت تان، از این طریق پرداخت بکنین. و دوستایی که از کشورهای غیر افغانستان میاین، از کشورهای اروپایی و آمریکایی و استرالیا، از این کشورها میاین، باز اونا هم کارت بانکیش اعتبار دارن. کارت بانکیش میشه مستقیم در ویچت یا در علی پی وصل شود. البته زمانی که ین پرداخت میشه، اگر از $100 بیشتر پرداخت شود، فکر کنم از بابت یمو تبدیل دلار یا یورو به یوان 1% سرش میآید دیگه. اما خوبیش این است که پیمنت های خورد بدون مشکل میتونن پرداخت بکنن با کارتایی که دارن. اما کارتای بانکای افغانی که است اونا وصل نمیشه در ویچت و علی پی. شما باید حتما از بانک چینی کارت بگیرید. و یکی از مهمترین نکاتی است که باید به قوانین چین احترام بگذاریم. اولین چیزی که مهم است ویزیتان است که زمانی که شما دعوتنامه دریافت میکنین مطمئن شوین که دعوتنامه
حقیقی است. بعضی از دوستا با این مشکلات روبرو شدن زمانی که ویزا داشتن. مثلا سفارت چین در کابل برشان ویزا داده بودن، اما زمانی که در میدان هوایی یا در پورت چین میرسه مور دخولی نمیزنه برشان. او دعوتنامهش تقلبی بوده، ویزش قابل اعتبار نبوده. این موضوع را همیشه متوجه باشین. از هر شرکتی که شما دعوتنامه دریافت میکنین باید اطمینان پیدا بکنین که دعوتنامه حقیقی است و به ویزای شما مشکل ایجاد نمیشه. در مجموع به همه قوانین باید احترام بگذاریم. زمانی که شما وارد چین میشین در ظرف 24 ساعت باید ثبت پلیس محل شین. اگر در هتل زندگی بکنین خب هتل خودش ثبت میکنه. اگر خانه بگیرین یا خانه دوستایتون زندگی بکنین حتما این موضوع رو در نظر داشته باشین که ظرف 24 ساعت خود ثبت پلیس محل یا حوزه مربوطه بکنین. و قوانین ترافیکی که تیرشدن از چراغ سرخ یا بدون داشتن لایسنس دریوری کردن، البته موتورسیکلت برقی اگه باشه مشکل نداره، اما موتورسیکلت هایی که تیلیکی است اونا هم لایسنس کار داره. بدون لایسنس اونا هم اجازه ندارین که بچلانین. و قوانین زیادی است که امیگریشن هم برای شما یادآوری میکنه. حتما باید در نظر داشته باشین و احترام داشته باشین. سوال دوم که دوستان زیاد پرسیده بودن، زمانی که اینا محصولات چینی را مثلا در پیج فیسبوک میبینن، در پیج اینستاگرام یا واتساپ یا دوستایی که ویچت دارن در صفحات ویچت میبینن، آیا خرید جنس از این فروشنده ها قابل اعتبار است یا نیست؟ امیالی یک کلمه برید میگم که نیست، قابل اعتبار نیست، مشکل داره. این کسایی که محصولات مثلا در پیج فیسبوک یا در پیج های واتساپ و اینستاگرام و ویچت و هر پروگرامی که است تبلیغات میکنن، اینا فقط پیج دارن، اینا جنس ندارن. اینا میرن، این فروشنده ها میرن مثلا در کارخانه ها و در ویرهاوس های دیگه مردم یا جنس مربوط از اینا نمیشه. اینا فقط در پیج خود میمانن. یک کارخانه چینی مسئولشه از طریق پیج فیسبوک یا خودش پیج فیسبوک جور نمیکنه که مسئولش به فروش برسانه. ده ها مارکت است، ده ها مارکت تجارتی است، ده ها فروشنده داره که برایشون مسئول میفروشه و او هیچ نیاز نداره خود شخصی یک پیج فیسبوک جور کنه و مسئولش بفروشه. این موضوع را همیشه در نظر داشته باشین. او فروشنده‌ای هستند که شما زمانی که امروز اونا صحبت میکنین، اونا همیشه میگه که ما کارخانه هستیم یا یک جنس همیشه میگه که موجود است، در صورتی که او گپ نیست. این فروشنده مثلا که رفته ویدیو یا عکس یا هر اطلاعاتی را که در مورد جنس داره، کارخانه هیچ وقت ضمانت نمیکنه که جنس برای نگه داره. ده ها فروشنده دیگه میفروشه. ممکن است او جنس باشه و ممکن است که نباشه، فروشنده های دیگه فروخته باشه، اما این آدم هیچ وقت نمیگه که او جنس نیست. همیشه میگه که جنس حاضر است و همیشه میگه که ما کارخانه است. در صورتی کارخانه به هیچ عنوان نیست. گاهن جنس هم موجود نیست، جنس هم فروخته شده، قبلا فروخته شده. دوستای زیادی با این مشکل روبرو شدن. چندین قضیه داشتیم که پول در اکانت چینی جمع کرده. بعضی چینی ها اصلا جنس روان نکرده، پول نوش جان کرده. بعضی هایشون روان کرده اما او جنس نیست، یک جنس دیگه بجایش روان کرده و بعضی های دیگه ایشون نیمه و نیم کالا روان کرده. نفر 5 لگیانه جنس گرفته، 2 لگیانه برای جنس روان کرده، به خاطری که از فیسبوک یا از سایت های از پلتفرم های دیگه خریداری کرده. و از لحاظ قانونی هم هیچ ضمانتی وجود نداره که شما که از پیج فیسبوک خرید کرده باشین، پولتون از چینی پس گرفته بیتونین و یا ضرری کرده باشین، اینا در گردن میگیره. این اتفاق افتاده، دوستا برای جنس روان نکرده و یا جنسشون به جایش یک چیز دیگر روان کرده، خودشان چین آمدن، با چینیا امو مراحل قانونیش پیش رفتن. اما یک موضوع دیگه که خارجی از چینی
ضررش گرفتن نمیتونن. در این مورد کدام قانونی خاص وجود نداره. دیگه باید خود ما احتیاط بکنیم و که کورکورانه خرید نکنیم. حداقل اگر جنس خوبی را میبینین در این پیجا با دوستایتان که در چین است یا شرکت های خدماتی که است با اونا تماس بگیرین که حداقل در اون کارخانه یا در اون فروشنده را از نزدیک ببینه که همین جنس موجود هست یا نیست یا که قبلا فروخته شده. دوست ما برای ما زنگ زد این تو یک جنس از طریق پیج فیسبوک ما سپلایر یا فروشنده را پیدا کردیم. ما گفتم تو نمبرش بر مرا. زمانی که ما بر امروز به تماس شدم ما گفتم ما در شهر یو هستم، مثلا او در شهر گونجو بود. گفتم ما میایم از نزدیک میبینیم جنس، اگر جنس بود پیسه تا میتیم و جنس از پیشت میگیریم به همون قیمتی که گفته. گفت مشکل نداره. ما گفتم آدرس کارخانه تا و آدرس شرکت و اینا روان کو که ما فردا میایم. 5 دقیقه بعد برای ما پیام آمد که او جنس فروخته شده، او جنس نیست. اگر نباشی که رفته از نزدیک نبینی احتمالاً که خب چی میفهمی که او هست نیست؟ او خب میگه هست. زمانی که ما آماده شدیم که برم آدرس خواستم از پیشش، بعد از او میگه که نه این جنس فروخته، خانومی فروخته یا یک کسی دیگه فروخته. بالاخره میگه جنس موجود نیست. خب ما گفتم قرار بود که برای تو پیسه جمع کنه نفر، تو برایش گفته که جنس موجود است. دیگه این اتفاق هم میفته. ما متوجه از این موضوع باشین دوستان.